ناصر بختیاری زاده 30 خرداد 1361 در تالش گیلان با نام هنری یاس شناخته می شود. یاسر از قدیمی هاست و فعالیت خود را از سال 1380 شروع کرد. ویدیو یاس آخر ویدیو هست، حتما نگاه کنید و نظر خود را برای ما بگویید. انتظار داری چه چیزی از جیب من درآد به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق. تو که میدونستی من تکیه‌گاه محکمتم، بگو با من دیگه چرا آخه نوکرتم. من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود. منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتم. باشه تو بردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم